هر جا که باشیم و هر شغلی که داشته باشیم، یکی دیگه در یک جای دیگه دنیا همتای ماست. فقط سیاستمدارها نیستن که همتای بین المللی دارند. در شتابی که زندگی همه ما آدم‌ها داره، در عصر ماشین و مترو، ماهواره و اینترنت، تهش هر یک از این آدم‌ها شب باید نانی به خانه‌اش ببره. یکی برای نان کمی بیشتر میدوه و دیگری کمتر. اما هرچه هست، دویدن هست برای پول درآوردن و اداره یک زندگی. 12 میلیون جمعیت این شهر، نیویورک درندشتی که انگار خواب و خاموشی نداره، صدها شغل کوچک و بزرگ دارند. شغل‌هایی که گاهی می‌بینیم و گاهی نمی‌بینیم. Okay, perfect. Okay, perfect. Tell you, I'm gonna ask you a question. ولی باید تو کامera فقط اینو داشته باش. Okay. بیاد بخواد اسمشو بگه، خودشو معرفی بکنه. Would you ladies like to buy any earrings today? Thank you. No? Very nice. Oh, thank you. Yeah, but it's not for me. Oh, okay, thank you. Have a good one. How old are you? Oh, definitely. My name is Pure Reality. I'm 37 years old, about to be 38. So when we see some people, then I'll ask. They want to buy some earrings. Hi, ladies. How are you today? How did you ladies enjoy church today? It was pretty good? Definitely. Would you ladies like to buy any earrings today? No? Okay, thank you. Have a blessed day. I'm not married as of yet. I actually was engaged 3 times, married once, divorced once. I'm a mother of 4, and my oldest has a child. I won't claim grandmotherhood yet. This is what China produced. I always bring a bag with me, and in that bag I have t-shirt, earrings, something. So I would call that street peddling. Some people are very open, some people are very closed. I get a lot of no, 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 no throughout the day, and we're gonna see that as we walk a little bit throughout the day, and I stop people in the street like I always do. You know, some people will say no, and some people would say yes, and some people allow me to express my creative energy and create right there for them in the street, because that's another service that I implemented within my business, giving them customized service right there on the spot, which also enhances my gift ability because it's put me under pressure to make it right there for them. یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های دنیا دستفروشی است. شغلی که همه جا وجود داره، در ایران هم. حواس جمعی ایرانیان از دیرباز به صدای آوازهای دورگردهایی خو کرده که در کوچه پس کوچه های شهر نام کالاهایی که میفروختند و جار میزدند. خورما، نمک بیا، نمک بیا، نمک. مرد نمک بری بیا، نمک بیا، نمک. از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس بابا جان، یکی یه بوله خروس ماما جان، یکی یه بوله خروس آقایان، یکی یه بوله خروس. ایران حالا با بیش از 70 میلیون جمعیت همچنان محل تکاپوی دستفروشانیه که این بار نه در کوچه ها بلکه در خیابان ها فریاد میکشند. گذری به میدان ها و خیابان های پرتردد تهران گواه این است که دستفروشان بساطشون رو هر جایی که خریداری باشه پهن میکنند. صدای فروشندگان دورگرد با آوازهایی که از هیچ نظم خاصی پیروی نمیکنه، اما برای نظم دادن و به سامان کردن زندگی هاشون همچنان فریاد میکشند. فریادهایی که به طور فصلی و متغیر نشانگر عرضه یک کالاست از دستفروش به مردم. دستفروشی که باید چرخ زندگیش رو از همین طریق بچرخونه. من سید سلمان حسینی هستم، 25 سالمه. میرم بازار تهران تقریبا یه
2-3 ساعتی هم راه تا اونجا میریم. اونجا خلاصه بساط داریم کنار خیابون. من راستیتش فکر کنم 18 سالم بود که نامزدی کردم. بعد ایشون بوده، ایشون بهتر میدونه. 18 سالم بود که نامزدی کردم و فکر کنم هولوش یه 6-7 ماه کلا نامزد بودیم و اینا که دیگه بعدش ازدواج کردم. نه من نه خدمت کرده بودم نه کار خوبی داشتم. رفتیم و خلاصه دیگه قسمت شد که آقاشون ما رو به غلامی قبول کردن. من تو شهرستان خودم بهترین شغل رو داشتم. حالا بهترین شاید از نظر جامعه زیاد خوب نباشه، ولی من شغلم سفره‌خونه سنتی داشتم، خوب بود، درآمدم هم خوب بود، زندگیم هم خوب بود، میچرخید. ولی چون شهرستانمون یکم کوچیک بود و اونجا یه جور دیگه باید مثلا بزرگ میشدی که کسی بهت تعرض نکنه، کسی بهت مثلا یه جورایی احساس نکنی که ضعیفی. به خاطر اون مثلا امکاناتش هم یکم کم بود. بعد یه چیزی دیگه هم که باز شد بیام فکر و ذکرم فقط بچه‌مه، میگم توی محیط بزرگی خوبی، حالا به هر دلیلی تمام سعیمون رو بکنیم که یه بچه خوب تحویل بدیم. به هر حال کلا شهرهای بزرگ من دوست دارم. هر کسی برای شغلش آینده‌ای رو میبینه بر پایه رویاها و آرزوها که هنر و ادبیات اینها رو ترسیم میکنه و ابزار رسانه بهش جان میبخشه. درست مثل یک فیلم هالیوودی که به حقیقت پیوستن رویا رو برای شهروندانش باورپذیرتر میکنه. یک ضرب المثل ایرانی میگه کار آر نیست، یعنی گاهی کار آر تلقی شد که چنین ضرب المثلی به وجود اومد. گاهی دستفروش ها فکر میکنند این شغل آخر راهه، اما در جای دیگر دستفروش شغلش رو آغاز یک راه میدونه. در جامعه‌ای که رویا و امید زنده است، شیوه برخورد آدم‌ها با شغل‌هاشون متفاوته. مشتری یک دستفروش در جامعه‌ای که امید درش زنده است، وقت خرید باور داره که این دستفروش فردا ممکنه دیگه یک دستفروش نباشه. بیکاری و بیخانمانی و فشار معیشت در همه جا هست، اما تهش امید و رویاست که یک جامعه رو سر پا نگه می‌داره. در دوره معاصر شغل فقط راهی برای کسب درآمد نیست، بلکه راهی برای کسب منزلت اجتماعی هم هست. برخی دیگر از افراد علاوه بر کسب درآمد و منزلت اجتماعی از شغل به عنوان فرصتی برای ارتقاء جایگاه و پایگاه اجتماعیشون هم استفاده می‌کنند. اما آیا همه شغل‌ها همین ظرفیت رو دارند؟ شهرداری پس هیچی، جنسمون هم میبرن، تازه ضررم میکنیم. شهرداری میاد یهو میبره جنسمون. یکم زشت تو جامعه، مثلا یه پلاستیک میندازی توشونت، میای اینور میری اونور، اومد فرار کن. یه مغازه کوچیکی زیر پله بخوای بگیری باید حداقل ماهی 20 تومن اجاره بدی. من به جای مسئولان باشم مثلا یه جایی رو مشخص میکنم، میگم آقا تو این ساعت این کارو بکنید، پشت سرش دیگه نبینمتون. ولی من اول چیزی که واسم مهمه زن و بچه خودمم. شاید اونجا تغییر بشم، شاید حرف بشنوم که میشنوی آدم. این که میان مثلا دست فروشی میکنه، اینا هم آدمن، اینا هم آدمن، اذیت نکن. حتی من خیلی بهم بر میخوره بعضی موقع، اصلا دوست نداشتم کسی دلش به حال من بسوزه. بعضی موقع مثلا میخوام بگم بابا بیا این همه پول درآوردم که اینجوریه که تو فکر میکنی. مسلما هر پدر مادری دوست دارن که بچه‌شون بهترین بشه تو جامعهشون. ما هم تمام سعیمون رو میکنیم که خب دستفروشی واقعا ارزش آدمیت خیلی بالاه. حالا نبگم دستفروشی کاریه که ارزش آدمی رو پایین میاره، ولی خب ارزش آدمی خیلی زیاده. آدم به ماه میره دیگه، حساب کن چقدر ارزشمون بالاست. حیفه تو این کم مثلا دستفروش بشه. دستفروش هم شد دادن، چه زورشو داری؟ فقط نونش حلال باشه، هر چی باشه خدا روش. من که کلا اصلا با ناامیدی مشکل دارم.
ولی خب کلا مثلا بعضی موقع یه سری صحبت‌ها رو میشنوی، چه تو مترو، چه تو ماشین، چه تو فلان، چه تو رفیقا، مثلا فلانی اینقدر مثلا اجاره خونه داره میده، مثلا اینقدر پول پیش خونه داده تو فلان جا، مثلا میگی خدایا من با این چندرغازی که مثلا در میارم و این خرج، یعنی یه روزی میشه که مثلا پسر من مثل من دیگه نباشه. ولی یه سری موقع مثلا خسته میشی بابا اصلا نمیشه، دروغه. ولی چیزی که مثلا به من امید بده این که مثلا غروب دست و پا بیای لب خنده رو زن و بچه و اینا دیگه، مثلا بیای بچه‌ت رو ببینی. نگه داشتن رویا و امیدوار باقی ماندن در هیچ شغلی آسان نیست، به خصوص برای دستفروشان. تداوم امید ارتباط مستقیم داره با امنیت شغلی هر شهروند. برای هر شهروندی امنیت شغلی به اندازه سرمایه کاریش ارزشمنده. داشتن مجوز قانونی، داشتن اتحادیه یا سندیکایی که از شاغلان این حرفه حمایت کنه و سرانجام بیمه و بازنشستگی. بسیاری میگن دستفروشی نوعی بیکاری پنهانه، یعنی کسانی که به خاطر سقوط اقتصادی و یا مهاجرت بیکار شده و ناگزیر این شغل رو انتخاب کردن. چند درصد از دستفروشان دنیا امنیت شغلی و روانی دارند. بهره‌گیری از خدمات شغلی چقدر میتونه در روحیه، آینده و جایگاه اجتماعی یک دستفروش تأثیر بگذاره که این شغل رو تنها یک دوران گذار به شغلی دیگر و آینده‌ای باثبات‌تر ببینه. I usually don't sell inside of the subway unless when I'm on the subway traveling, like going somewhere. But I don't make it a habit of coming down in the subway to sell my stuff. Basically, the city council, I have no problem with authorities when I'm out here in the street. I actually know some police officers, they're very friendly in the neighborhood. I think that we all should get to know. Actually, I call myself a multi-billion-dollar business owner. So now I actually walk around, save my money on overhead, and I'm building my business from ground up. It would be street peddling if I only sold items such as like this. This is what China produced. Some of these on here I broke down and reproduced it, but this is what China produced. And I broke down and rebuilt it and changed it to something miraculous and beautiful. Now, this is the difference between street peddling and being an artist. What I do as a profession, and you have to be really disciplined. Like, I don't have nobody to tell me you gotta be here. I get up, I make sure I'm up every day, and I'm over here and I'm over there, and no one has to tell me to make money. I'm up and I'm making money. Or I wake up and I start creating money. So, you know, and because I understand the value that we are as, you know, humans, especially if we're healthy. We're wealthy. If you're healthy, you're wealthy. هر فرد در هر مکان از هر رنگ و نژاد و زبان و مذهبی که باشه حق و حقوقی داره که دولت‌ها موظفن زمینه‌های رشد و احساس امنیت فردی و اجتماعی این فرد رو فراهم کنند. دستفروش ایرانی و همتای او در نیویورک زندگی متفاوتی دارند، اما آنچه مشترکه هر دو حق و حقوقی دارند. هر دو مغازه یا دفتر کارشون رو روی شونه هاشون با خود از این سوی شهر به آن سوی شهر میکشند و هر دو برای زندگی بهتر تلاش میکنند. گاهی به حق و حقوق شهروندیشون آشنا هستند و گاهی با دیدن تجربیات همتای خود در داشته ها و نداشته هاشون تأمل میکنند. اینم کلکل مغازه آمد پایین. دوستی دارم.